آیا می دانستی که محمد چگونه و در کدام سوره ها به فریب توده ها پرداخته و کدام از سوره ها خصومت او را با زنان نشان می دهد؟ درود دوست خوبم، سام مقدس هستم و امروز میخوام در مورد حقایق قرآن و تحقیقاتی که در مورد آن کردم بهت آگاهی بدم. لطفاً با من همراه باش. دکتر روزبهانی معتقده که محمد در سوره هایی مثل بقره، رعد، الرحمن و غیره با وعده های حوری و پری و این چنینی به فریب توده ها پرداخته. در آیه 56 تا 58 سوره الرحمن به حوریانی اشاره شده که باکره هستند و دست هیچ مرد و یا جنی به اونها نخورده و مثل یاقوت و مرجان زیبا هستند. و یا در آیه 15 سوره محمد با شکل باشکوه‌تری بیان شده که در بهشت رودخانه‌هایی وجود داره که به جای آب در اونها شیر جریان داره و طعم آنها هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. و یا رودخانه‌هایی که به جای آب شراب در اونها جاری‌اند. حالا چطور در زمین خاکی شراب حرام است و در بهشت حلال؟ جای تعجب داره. جوری که من الان احساس میکنم جایی که من در اون زندگی میکنم بهشت هستش، چرا که تو تمام سوپرمارکت ها شراب با قیمتی ارزان هستش و حلاله، و جایی که شما زندگی میکنید زمین خاکیه که شراب اصلا گیر نمیاد و حرامه. در آیه 228 بقره هم به وضوح نشون دهنده خصومت محمد با زنان هستش که میگه مردان را بر زنان برتری خواهد بود و الله بر همه چیز توانا و بر همه امور داناست. و اما یادآوری کنم که الله یکی از بت‌های مذکر مکه بود و نام الله از علات میاد که یکی از بت‌های اصلی زن بود که در مدینه معبد بزرگی داشت و کنار منات و عزا پرستیده میشد. و بعد از پر و بال گرفتن محمد به فرمان او تمام این بت‌ها شکسته شدند و محمد گفت که الله اکبر و اونجا بود که مرد سالاری و زن ستیزی نماد اسلام شد. در آیه 282 این سوره هم اینطوری میخونیم: 2 تن از مردان را برای گواهی آورید و اگر 2 مرد نیافتید 1 مرد و 2 زن بیاورید. اگرچه باز هم در اسلام گواهی زن محدود بر برخی مسائل میشه، چون 2 زن که هیچ، حتی اگر چندین زن هم در مسائلی همچون طلاق و نسبت و یا دیدن هلال ماه گواهی بدن پذیرفته نخواهد بود. بدون شک اسلام از زن یک بشر شماره 2 ساخته، تا جایی که در آیه بیشرمانه 223 سوره بقره مردی از محمد میپرسه که وقتی زن من عادت ماهیانه داره تکلیف من چیه؟ محمد در این آیه پاسخ میده که زنان شما کشتزارهای شما هستند، پس به هر نحوی که میخواهید به آنها نزدیک شوید. آیا به راستی شما مذهبی رو سراغ دارید که اینطوری مقام زن رو به خفت و خواری و لجن نکشیده باشه؟ درون کامنت ها برام بنویسید. لایک و فالو یادت نره و تا یه ویدیو دیگه بدرود.